و ناهنجاری های زمانی کاملا نیستی که شاید واقعا چیزی نرمال نبود و نسبت این بلند مدت سیستمی و ما واقعا تغییر داد. اما برای هفته جایی تغییر اصلا محسوس نیست و به صورت جزئی این قضیه در میزان ندارم. برای نیمه دوم هفته جایی از میزان جامعه هواگاه و سامانه بایشگری خواسته خواهد شد. فردا هم وزش باد قابل توجهمون بیشتر در شمال غرب کشورمون و برخی از مناطق استان‌های غربی کشور خواهد بود. فردا هم بادهای خلیج فارس در بخش ساحلی استان خوزستان رو میشه بادهای موج متوسط پیش‌بینی. ممنونم از مرتضی زراقی، کارشناس سازمان هواشناسی. یک کارخانه فولادی در لرستان با ثبت نصاب قابل توجه حدود 1.5 سال زودتر از زمانبندی پیش‌بینی شده به مرحله تولید رسیده و اکنون با ظرفیت تولید سالانه حدود 9000 تن بوروسیلیس فعالیت می‌کند. اینجا علیرضا بخشایی که صنعتی در حال زودتر از زمانبندی پیش‌بینی شده بکنند. شاید که بود طرف از مرزها در بازارهای جاری هر طرف کردن. اراضی کاری کردیم، آلبوم کاری کردیم، جایی که نشون دائم ما هفته و هر روز مهمان‌های بزرگی ما داریم. امارات در بزرگی ثابت ما روایت راه اندازی کارخانه فولادی در علیرضا اگه کاملا ارائه شد یک کلیپ خودرو یک سالانه زودتر از زمان پیش‌بینی شده به تولید رسید. که روشن اندیشه را در صنعت ایران 350 میلیارد تومان هزینه کردیم. حجم رسیدگی باز کنم کوریدور اصلی این مجموعه پروسیدی و پروسیدی و محصولات راهسازی و کاربرد روزمره و صنایع سیاحتی و امروز بیش از 80% آب بارانی صادر می‌شود. برای توصیه خوب برای اینکه توانسته که تمامی استانداردهای مورد نظر رو در جامعه